تفاوت بین صدای موسیقایی و صدای غیر موسیقایی. سلام عزیزای دل، من الهه مهرداد هستم، مدرس موسیقی و امروز میخوایم جلسه اول تئوری موسیقی رو شروع کنیم با هم. قرار تفاوت بین صداهای موسیقایی و غیر موسیقایی رو با هم یاد بگیریم به زبان خیلی ساده. حتما با من همراه باشین چون خیلی براتون مفیده و این جلسه باعث میشه که کلن این ماجرا دستتون بیاد که چه صدایی موسیقایی هست و چه صدایی موسیقایی نیست. از جلسه بعدی بریم به زبان نوشتاری موسیقی بیشتر آشنا بشیم. 4 خصوصیت قابل نوشتن و اندازه‌گیری هست که صدای موسیقایی داره و صدای غیر موسیقایی قابل اندازه‌گیری نیست براش. اولین نکته طنین صدا هست که مشخصه، مثل وقتیه که یکی از خصوصیات در واقع صدا هست و مثل وقتی که در واقع یکی از اعضای خانواده مثلا خالتون بهتون زنگ میزنه، با مادرتون صداهاشو از هم تشخیص میدین. این به خاطر طنین صدا است. یا من اگه یه ملودی رو با فلوت براتون بزنم یا با پیانو براتون بزنم، شما تشخیص میدین که کدوم صدای فلوت بود و کدوم صدای پیانو بود. این به خاطر طنین صدا هست. نکته دوم شدت و ضعف صدا هست. ما میتونیم با صدای زیاد یا صدای آرومتر در واقع صداها رو بنوازیم یا در واقع اجرا کنیم. مثلا حالا من میتونم خیلی بلند صحبت کنم یا خیلی آهسته تر صحبت کنم. این دقیقاً تو موسیقی قابل نوشتن هست و یکی از خصوصیات صوت موسیقی هست. یکی دیگه از خصوصیات کشش صدا هست که با شکل نوت ها ما در واقع این رو می نویسیم. مثلا من میتونم یه نوت رو بیشتر بکشم یا کمتر بکشم. مثلا میتونم بگم لا یا بگم لا. این یعنی اینکه ما میتونیم کشش نوت رو در واقع میزان زمان نوت رو اندازه گیری کنیم یا هر صدایی رو اندازه گیری کنیم. این توی موسیقی قابل انجام هست. و نکته بعدی زیر و بمی صدا هست که ما یه سری صدای کلفت داریم و یه سری صداهای نازکتر داریم که این نسبی هست، بسته به فرکانس صدا هست. و مثلا یه سری صداها توی فلوت ریکوردر اگه بخوایم پلی کنیم، مثلا این صدا نازکتر از این صدا هست. خب دیدین که خیلی ساده ما میتونیم تفاوت این دو نوع صدا رو از هم تشخیص بدیم و با توضیح به زبان ساده میتونیم خیلی راحت تر تئوری موسیقی رو یاد بگیریم. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و برای من کامنت بذارین، لایک کنین که انرژی بگیریم. و اگه پیشنهاد و انتقادی دارین حتما کامنت بذارین. خیلی خوشحالم و باعث افتخار منه که با من همراه هستین. حتما به دوستانتون که میدونین علاقه‌مند به موسیقی هستن یا دارن سازی رو مینوازن هم این ویدیوها رو بفرستین. شاید بتونه کمکی بکنه به روند پیشرفت این عزیزان. ممنون که با من همراه هستید. تا ویدیو بعدی، بدرود.